در پایان تصمیم دارم چند بیت شعری که در اواخر زندگیش سروده برایتون بگم. به سن 61 گشتم پریشان، به روز و شب همی بودم نالان. ز درد پا بسی من ناله کردم، به دورم جمع گردیدند طبیبان. 1000 آمپول زدند بر پیکر من، که خون می شد ز درد این جیگر من. اثر کی کرد به من داروی ایشان، زن و فرزند پریشان در بر من. به تهران بود یکی دکتر شریفی، زنش آمپول زن و خود یک حریفی. 41 روز به نزد او برفتم، 200 آمپول زد و باز گفت ضعیفی. به تهران نزد هر دکتر دویدم، فقط از پهلوی صحبت شنیدم. مریض خانه برفتم پهلوی نام، به غیر از برق دیگر چاره ندیدم. به سن 62 از پا فتادم، زبان بر ناله و افغان گشادم. ندانستم قدم بردارم از جا، امید آرزو بر جا نهادم. به دانشگاه مرا دکتر پسر بود، 2 چشمانم ز بهر وی به در بود. شب و روز می شمردم تا بیاید، ولیکن او ز حالم بی خبر بود. چو در این حال آمد و مرا دید، ز احوال بدم گریان گردید. به تهران نزد یغمایی برفتیم، شکم گنده به احوالم بخندید. بدیم هر روز مأمورش، مسکن بود دستورش. مزاحم بودم هر روزه به مسعود، خجلت من از رویش. به ماشین خودش می برد ما را، فقط شکر می کنم من اون خدا را، که فامیل جملگی ایستاده پایم، ز هر یک دور کند یزدان بلا را.